نظر بارید پتانسیل حیات ایجادی تئاتر اگر از من پرسید، اما زمانی که ما کار میکردیم، زمانی که من فرستنده بودم، من یک 3 سال در اونجا کار کردم، همین پتانسیل ایجادی همین قدر خوب بود که همکارای ما همشون هنرمندای خوب بودن، هم وادی شریف، هم یونس علی، هم سعید اکبر، هم و اونجا جایی ها، یعنی آنهایی که در تئاتر کار میکردن بودی استاد محمد جون، دلارام بهرامова و رحمتی شرافت خاله بودن. اسپکتاکل های دیپلمی ما با و قسم همراه میشدند بازی میکردن. کانیباد عموما من اگر دوره فعالیت یک تعلیل کنید، بهترین دوره های فعالیتی من در کانیبادم. استاد یک چیز دیگر میخواستم پرسم که وقتی که شما از سالهای طلاییتون یاد میکنید، به نظر من عجیب است که چرا شما اونجا بر دوام نماندید و برگشتید دوباره به دوشنبه؟ برادر عزیز، وقتی که مثلا من با عارف قاضی مغلی کردیم یک اسپکتاکلی و دویلی با جیف مانده بودیم، من جا نقش اساسی بازی میکردم. بعد خوشنظر مایبالیش رفتند اونجا یک نمایش نوی و آذری، این میدان این شیطان صحنه گذاشتن و نقش اساسی شیطان من بازیدم. این شیطانی که همین نزد خدا میرد و میگن که آخه فکر من این مردم برای بعد راهی میکنم، لعنتی مردم میشونم. بس یک چیزی عجیبی بود. وقتی که همین نمایش بردیم بازی کردیم و از وزارت هسته بود قبول کردن، بعد همونجا همشون یک جایه، حتی عارف قاضی مغلیان گفت که جای محمد جان گفت و مرکز های خیره هرچند گفت این از اینجا روان من باید نتیم، لیکن گفت باید اینا مرکز بکر کنم و همین پیشنهاد بودی خوشنظر مجبریش دعوت شون کردیم. ما اومدیم دوشنبه. این موضوع دیگری که در میان همسبقهای شما دائم در کانیبادان بحث میشد، خانه های وعدگی که از طرف حکومت شهر وعده شد و بعدا ندادن، این موضوع نیست استاد؟ یا همین موضوع بود اون وقت یا نه؟ برای من تمام شرایط مهیا بود، خانه داده بودن، معاشم هم نسبت معاش دیگران زیاد بود. من خیلی خوب حواسمند رانده بودم، لیکن خاطر بودم که وقتی که خوشنظر مایباری بودم جای تو مرکز من دوشنبه میبرم خیلی خیلی نمیگویی آرزو میبینی خود به هر حال پایتخت بود. مثلا امروز به نظر شما دلتون برای کدوم از هنرمندای کانیبادان میسوزد که اونا هم جاشون مرکز بود و نتونستن یا که نخواستن یا شرایط نشد که نآمدن اینجا؟ مثلا همین که یونس علی چه اکتور خوب دانشش هم هنرش هم، من کریم جان سلیمانوف قد و قامت خوشبو دارد، بچه جانا هنرمند خوب بود. همین دوئل با ما هر دو همراه بازی میکردیم و اسکندر بازی میکرد. خب با اینجا کی بودن با استاد بخشش یک چیزی آخران چیزی که میخواستم فرصم تمام از حرکت و فعالیت های نسل نوی تئاتر کانیبادان شما آگاه هستید یا نه؟ آگاه هستم و بسیار فرصم هستم که و اونا بسیار مناسبتشون هم به تئاتر خوب و در جستجوی برای شهرت یار گشتن تئاتر، یعنی هم شهرت بیشترش برقرار کردن و نامدار کردن تئاتر کانیبادان برکت بسیار زحمت هاشون خیلی بجاست. من از همون کارهای بزرگی که اونا اینجا انجام داده ایستادن، خودی همین پاریش کمبه که اینجا تماشا آوردن و همه حیرت بگذاشتن، این یکی از همون نمونه های همون شبوس های همون جوان هایی که نیت شهرت بخشیدن دارن در تئاتر. سلامت باشن استاد، خیلی کوتاه بود و خیلی صمیمی. رحمت استاد جان، بخشش وقتو نگرفتم. سلامت باشن. زنده باشن استاد جان، زنده باشن. تشکر.